آشلی لیون کمکم کن. آقای لیون نمیدونستی که نباید مزاحم ما بشی؟ نه لیون. پس چرا صدای نالش نمیاد؟ میدونم چه بلایی سرت بیارم. لعنتی بچه پرو هنوز زنده است. بکشیدش. داخلشو بیارید. باید خودمونو برای مراسم آماده کنیم. بیارش. لیون زنده بمون. ممکنه 9 تا جون داشته باشی، اما اصلا برام مهم نیست آقای لیون. معاونامو فرستادم داغونت کنن. چه معاونایی با مزه و مهربونی داری. چقدر حرف میزنی؟ ببین لعنتی